این همون پراید 75 میلیونی کره‌ایه که قراره بعد از بازسازی کل پرایدهای 0 کیلومتر رو بخوابونه. توی این قسمت از بازسازی رفتم سراغ داشبورد. رنگش داغون بود و یه ترک بزرگ خورده بود. برای همین بازش کردم تا ترمیمش کنم. فرمون، ضبط، پنل تهویه و در آخر پیچ‌های داشبورد رو باز کردم و از داخل ماشین کشیدمش بیرون. تنها راهی که میشه جلوی ترک رو گرفت جوش پلاستیک بود. چون بیرون خیلی گرون میگرفتن، خودم از ابزار فروشی از این توری‌های مخصوص جوشکاری پلاستیک گرفتم تا جوشش بدم. توری رو گرفتم روی منقل قشنگ که سرخ شد گذاشتمش روی داشبورد تا بره داخل بوم پلاستیک. چند بار این کار رو تکرار کردم تا تمام ترک گرفته بشه. بعدش از این چسبای قالبگیری جلاسنج آوردم و توی ترک‌ها رو پر کردم، گذاشتم خشک شد، سنباده زدم. حالا داشبورد آماده رنگ خوردن شده بود. اول از این اسپری زیرسازی پلاستیک زدم، چون اگه اینو نزنید بعد یه مدت رنگ پوسه پوسه میشه و میریزه. بعد رفتم سراغ اسپری توسی رنگ، دیدم اصلا جالب نشد. بعد اسپری نوک مدادی گرفتم، رنگش کردم، دیدم همونیه که می‌خواستم. قاب دور ضبط و کیلومتر رو هم مشکی پیانویی زدم. گذاشتم یه چند ساعتی خشک بشه و در نهایت اینم از نتیجه نهایی کار. خداییش خیلی قشنگ شد. من که خودم عاشقش شدم. توی قسمت بعدی میخوام برم سراغ صندلی و داخل ماشین. پس پیجم رو فالو کن تا پست‌های بعدی رو از دست ندی.